سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران برگزار می‌کنند. چهل و دومین سالگرد رستاخیز سیاهگل. سخنران جعفر پویه. 19 بهمن، جنبش فدایی و شرایط کنونی. بهمن ماه مردم، ماه انقلاب و خیزش، ماه عمل انقلابی و ماه تولد شریک فدایی و همه شما مبارک. گفتگو و تبادل نظر جعفر پویه، لیلا جدیدی، مهرداد قادری و زینت میرهاشمی، همراه با هنرمند انقلابی گیسو شاکری. ای خلق دوستیان کن، این نسل رو ویران کن. ای خلق دوستیان کن، این نسل رو ویران کن. ای خلق دوستیان کن، این نسل رو ویران کن. اندیشه دیگر کن تا راه شود آسان. و کارگاه هنر ایران فریدون رمضانی. زمان شنبه 9 فوریه 2013 برابر با 20 بهمن ماه 1391 از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب. مکان کلن، آلمان.